اگه قرار باشه اینجوری موجه‌های موقت رو ریموو کنی، باید با موجه‌های خودت هم خداحافظی کنی. امروز اینجاییم تا با هم دیگه موجه‌های موقتمون رو ریموو کنیم و بهتون بگم چه فرقی بین موجه موقت و موجه اکستنشنه و اصلا کدوم برای شما مناسب تره. وسایل مورد نیاز: گوشپاک کن، یه دونه قیچی و ویتامین آده. اگر آده نداشتی میتونی از وازلین هم استفاده کنی، هیچ فرق نمیکنه. کاری که باید بکنیم اول اینه که این سر گوشپاک کن رو او مای گاد باید قیچی کنی. بعدش چیکار میکنی؟ آفرین، احسن. این کارو که کردی بعدش چیکار میکنی؟ بعدش مهمه. به همین میزان پماد آده رو برمیداریم و با همین سرش میزنیم روی موجه هامون. ببین این برای من دیگه واقعا شبیه جاروها شده بود. البته قبلش بگم اگر که از همون بیاین خیلی بهتره، یعنی از همون بیاین و بعدش این کارو بکنین خیلی راحت تر ریموو میشه. برای من دیگه البته نتیجه به همون رفتن نداره، اینقدری که دیگه رشد کرده. فرقی که بین اکستنشن موجه و موجه موقت هست اینه که موجه موقت در واقع میاد یه دسته موجه رو به یه تعداد زیادی از موجه هاتون میچسبونن. خب این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که موجه اصلی شما وقتی که داره رشد میکنه، کلا روند طبیعی موجه اینجوریه که شما یه دونه موجه بیبیلش در میاد. بذاره اینجا کامل بهتون بگم. فرض کنید که پلک شماست، اینم موجه است. خب مثلا این موجه در میاد اینجا که از بیبیلشه، درسته؟ هی رشد میکنه تا بالاخره میفته و دوباره جاش یه موجه دیگه در میاد. مثل مو نیستش که همینجوری بلند شه. در نتیجه وقتی شما موجه موقتتون رو ریموو میکنید، میبینید یه تعدادی از موجه های شما از جا کنده شده، در صورتی که شاید از جا کنده نشده. اونا رشد کامل خودشونو کردن و در واقع جاشون رو دادن به موجه های جدید. حالا موجه های جدید چی میشن؟ موجه های جدید در میان پشت سر اون و احتمال داره وقتی که شما موجه های موقت دارین یه مقداری اون موجه جدید سخت‌تر در بیاد. به خاطر همینه که یه مقداری فرق هست بین اکستنشن موجه و موجه موقت. بستگی به این داره که شما کدوم رو دوست دارید. موجه موقت توی 10 دقیقه یه ربع انجام میشه، ولی موجه اکستنشن چون که روی تار موجه های شما انجام میشه، تقریبا 2 ساعت، شاید 3 ساعت، شاید 1 ساعت و نیم، حداقل 1 ساعت و نیم طول میکشه تا موجه های کامل شما در واقع اکستنشن بشه. دیگه بستگی به این داره که شما کدوم رو دوست داشته باشید. اکستنشن موجه بیشتر به درد کسایی میخوره که دوست دارن همینجوری روزانه یه موجه‌ای داشته باشه. حتی روزانه مثلا تا 1 ماه، حتی بیشتر، 40 روز یه موجه‌ای داشته باشن و این روزانه باشه. ولی موجه موقت بیشتر به درد کسایی میخوره که مثلا یه مهمونی، یه جای، یه سفر، یه کاری دارن، دوست دارن موجه داشته باشن، ولی خب اونقدر زمانشو یا هزینه‌شو ندارن که بخوام برن اکستنشن کنن، برای همین میرن موجه موقت میذارن. اینو بعد خودتون تصمیم بگیرید. من با اینکه خودم سالها موجه کار بودم، هر دوتاشون یه سری معایب، یه سری فواید دارن که حالا خودتون بعد ببینید کدوم به بیشتر متناسب با در واقع اون انتظاری که شما ازش دارین پیش میره. روغنا رو باید تقریبا 3 تا 5 دقیقه، اگر بازم در نیامد 3 تا 5 دقیقه، باید 2-3 دقیقه دیگه اضافه تر بذارید. اگر که بتونید روش تلفن بکشه، من یه سری تلفن دارم لیفت موجه است، اگر که اونا رو دارین، اگه میتونین تهیه کنین از لوازم آرایشی که خب خیلی عالیه. اگر هم میتونین کیسه بذارین روش و کامل خیلی راحت در میاد. من میرم 5 دقیقه دیگه میبینمتون. بین ویدیو شرمنده خواستم اینو بهتون نشون بدم. این یه سری تلفن‌هایی هستن که مخصوص لیفت موجه‌ان و کلا خیلی به کار میان دیگه. حالا به نظرم هر کس خوبه که عینه توی خونش داشته باشه، اگر که خیلی از این کارا انجام میدین. قشنگ این ور اون ورشو بگیره. یکی رو یه لا گذاشتم. من دیگه نمیتونم ببینم دیگه. میذاره چند دقیقه، 2-3 دقیقه اینطورا بمونه، بعد دیگه ورش میده. میبینم. خب بر من فهم میکنم 5 دقیقهش تموم شد. حالا کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه که اینا رو با دست اینجوری خیلی آروم جدا میکنین. در اومد. خیلی راحت.
ببین موجایی که میبینی نگاه کن، موجای خودمه دیگه. خب اینا موجایی که رشدشون کامل شده، یعنی قبلتر گفتم بهتون. ببین بعد چسبای اضافی هم راحت اینجوری در میاد. اینم همینطور همین کارو میکنی. اصلا نکشین، اصلا به هیچ عنوان نکشین. چقدرم راحت ریموو شد. بخوام راجع به ریموو موژه بخوام راجع به ریموو موژه اکستنشن در داخل خانه بخوام بهتون بگم، اکستنشن موژه رو نمیشه تو خونه ریموو کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چند نوع در واقع ریموو داره. یه نوع ریمووش با ژل، یه نوع ریمووش با در واقع پنسه، یه نوع ریمووش با کرمه، یه نوع ریمووش هم با همین پماد عاده است. ولی اگر شما بخواید که تو خونه اونا رو ریموو کنی، بعد تایم بیشتری بذارین، احتمال داره که موجه هاتون کامل ریموو نشه. ولی خب شما باز میتونید امتحان بکنین این روش رو و فکر میکنم که بالای 80-90% جواب بده این روش. اگر بخواید کامل ریموو بکنین، اگر یه موقع اذیتتون کرده اکستنشنتون و خواستین که کامل ریموو بکنین، پماد عاده تو خونه و سلفونی که روش میکشید ریموو کنید. بود از ریموو موژه موقت و صحبتایی که راجع به اکستنشن موژه کردیم. اگر این ویدیو یه ذره به کارت اومد، لایک این پایین یادت نره. خیلی خوشحال میشم که تو کامنت رو ببینمت و سابسکرایب هم کنی. کلی میبوسمت. بوس بهتون. خدافظ.